4 قدم خیلی مهم برای نوشتن قسمت نتایج مقاله یا گزارش کار تحقیقی شما وجود داره که اگر رعایت کنید کارتون به خاطر قسمت نتایج رد یا ریجکت نمیشه. چون خیلی وقتها روش مطالعه و متدولوژی کار رو درست انجام دادید اما بخش نتایج رو خوب ننوشتید و مرتب بدون اینکه داور مقاله یا گزارش براتون کامنت یا نظری بذاره کارتون رو رد میکنه. بریم ببینیم این 4 قدم مهم چیه. همیشه اولین جدول نتایج باید اطلاعات اولیه یا زمینه‌ای باشه. اطلاعات اولیه سوژه های مطالعه، سوژه ها چه افراد باشن، چه حتی زمین های کشاورزی و چه حتی داده های بورس. لازمه توی جدول اول توصیفی از این سوژه ها ارائه بدید. اگر مطالعه شما مقایسه بین 2 یا چند گروه هست، لازمه این اطلاعات توصیفی به تفکیک این گروه ها باشه. جدول بعدی نتایج شما قطعاً باید مربوط به اهداف اصلی مطالعه‌تون باشه. اینکه چجوری این نتایج رو گزارش کنید کاملاً وابسته به جنس و نوع متغیرهای مربوط به اهداف شماست. یادتون باشه اگر از مدل‌های رگرسیونی استفاده کردید هم نتایج خام رو گزارش کنید و هم نتایج ادجاست شده. قدم سوم اینه که یادمون باشه خوندن مقدار زیادی اعداد در متن، اون هم تو قسمت نتایج، اصلاً جذاب نیست و حوصله خواننده رو سر میبره. در نتیجه بهتر نتایج رو در قالب نمودار و جداول گزارش کنید. بریم سراغ قدم نهایی. توی متنی که برای توضیح جدول مربوط به اهداف اصلی قرار میدید، باید صراحتاً بگید که با توجه به این نتایج فرضیه‌های شما رد شده یا قبول. البته تفسیر و مقایسه با مطالعات مشابه نباید توی این بخش بیاد و باید در بخش بحث یا همون دیسکاشن در موردش حرف زده بشه. مورد یا سوالی داشتید میتونید برام پیام بذارید یا به هم ایمیل بدید. اگر پاسخ رو بدونم حتما در خدمتتون هستم.